مرکز توزیع تذکره الکترونیکی مکرویان اول به تعداد 84 نفر کارمند دارد که 20 نفرشان طبقه اوناس است و بقیه 64 نفر طبقه ذکور. از ساعت 8 بجه الی 4 بجه مصروف فعالیت و در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد. مرکز توزیع تذکره الکترونیکی مکرویان اول ظرفیت ارائه خدمات روزانه به تعداد 12 ساعت متقاضی بایومتریک و توزیع تذکره الکترونیک کرده میتونه. زمانی که هموطنان عزیز تقاضای تذکره دارند یا که میخوان تذکره الکترونیک بگیرند، فرم خود خانه پوری میکنند و به مرکز ما مراجعه میکنند. ما در بخش‌های مختلف از جمع‌آوری معلومات یا چک فرم شروع میشه، تثبیت هویتشان میکنیم، مالیش پرداخته میشه، بعدا نقص بایومتریک میکنیم و تذکرهش چاپ میشه و توزیع میشه. در ضمن خدمات بعد از توزیع هم در این مرکز فعال است که در او بخش ما تذکرهای مصنع را صادر میکنیم یا تذکرهایی که به خاطر تمدید می باشه، کسایی که از لیست فامیل میمانده باشه اونا را ثبت میکنیم، کسایی که نو تولد میشه ثبت تولد اجرا میکنیم و همین خدمات ما عرضه میکنیم. بعد از تحولات اخیر در کشور و دوباره فعال شدن اداره ملی احصایه و معلومات، خصوصا بخش تذکره الکترونیکی و مراکز توزیع تذکره الکترونیکی، مرکز توزیع تذکره الکترونیکی مکرویان اول تا فعلا در حدود 86,000 نفر خدمات ارائه کرده، یعنی تذکره بایومتریک گرفته و چاپ شده و توزیع شده. عوایدی که به جمع عواید دولت اضافه شده در حدود 25 الی 26 میلیون افغانی بوده. یک موضوع که برای هموطنان عزیز ما به عرض برسانیم است که مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در خدمتشان قرار داره و تقاضای ما از اونایی از زمانی که میخواهند تذکره الکترونیک بگیرند یا مراجعه میکنند، در یگانه چیزی که زیادتر توجه کنند مسئله نوبت است که در قسمت نوبت مراعات بکنند، چون ما بتانیم به خوبی کارشان و به شکل بسیار عالیش انجام بدیم که تذکرهایشان هم مشکل ایجاد نکنه و به کارشان هم به سهولت یا به آسانی پیش بره.